هموطنان عزیز سلام صبحتان بخیر. جایی که منطق دلیل خلاص شد و فشار سرشان بیاره باز در لایف‌هایشان فحاشا و روانی ها را بالا میکنن تا خواهر مادر ما را توهین بکنن، مثل که دیشب هم کار کردن. واقعا براتون متاسف هستم آقای آور. این کار که خودت میتونی، من میتونم مثل 1000 نفر مثل یمان ورا در لایف خود بالا بیارم و شما را توهین بکنم، ولی من این کار هیچ گونه نمیکنم چون دوست دارم. هرچی که بودی یک منصب دار ما بودی، دوست دارم، خواهر مادرت احترام دارم. برده یک توهین دیگه آقای یاور کردن. اینا ادعا میکنن که گویا تاجیک ها و ازبک ها و هزاره ها را میگن ما تاجیک ها مسلمان ساختیم برایشان کلمه را مختاندیم. هدفش از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، ولی اینا اینقدر نمیدونن که ما 4 امام فقهی داریم ما اهل سنت: امام حنبل صاحب، امام شافعی صاحب، امام مالک صاحب و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. اینا هر 4شان بزرگ هستند، بسیار خدمت در قسمت فقه کرده برای ما شما. خو اینا که میگن که گویا امام ابو حنیفه تاجیک است و از چارکار است، من یک لایف امروز میگیرم. شما میفهمین که من هیچگاه حرف حدیث از دل و شکم خود نمیگم. من افسانه سرایی نمیکنم، من از کتاب صحبت میکنم، من منابع را میذارم، من مؤخذ میندازم، من ثبوت میندازم براتون. ثابت میسازم که امام ابو حنیفه عرب است، نه تاجیک است و نه از افغانستان است و به تاسفی را باید بگویم. با دروغ اینا کسب کردن، تاریخ جلپاراست نمیدونم. اگر میگن نه نیست، هر کسی که روان میکنن خودشان بیارن ولی با کتاب بیارن، ثابت بسازن توسط کتاب که امام ابو حنیفه از تاجیک باشه. کاش که از تاجیک می بود، کاش که از وطن ما می بود، ولی دروغ میگن. و سر زبان فارسی هم زیاد صحبت کرد و گفتن که شما به زبان تمام زبان شناسایتان چالش است. زبان واقعی که من صحبت میکنم این زبان در اصل دهی است. فارسی یک چیز بسیار پیش پا افتاده است که توسط شما خیانت کردین به ایرانی ها، ارزش های ما را فروختین. فارسی زبان نیست، از زبان دری دزدیده شده، زبان اصل دری است. من براتون از شاهنامه فردوسی تا پایان 50 دانه منبع براتون میگم. جهلتان، جهلای همیشگی که ایرانی ها انجام دادن و همه افتخارات ما رو دیدی کردن، من براتون ثابت میسازم. منتظر هستم 4 ساعت بعد. از توهین و تحقیر هیچ چیز ساخته نمیشه. شروع شما کردین، خط شما میکنم. دهن ما بشکنانین که براتون توهین کردم، یا دهن ما بشکنانین که بدون مؤخذ و منبع و بدون ثبوت و بدون کتاب من حرف بزنم. یک حرف رو من از شکمم نمیگم. ان شاء الله منتظر هستم 4 ساعت بعد.